دلتون میخواد از وقتهای آزادتون استفاده بهینه‌ای داشته باشین و از اون درآمد کسب کنین؟ و چند دقیقه وقتتون رو به من بدین، من میتونم اطلاعات مفیدی در اختیارتون قرار بدم. همه ما دوران سخت کرونا رو به خاطر داریم. یادتون هست که ماها همه کارها و شغلات چطوری متوقف شد. حتی فروشگاهایی که نیازهای ضروری ما رو تامین می‌کردن، ساعت کاریشون رو کم کردن و چقدر نیروی انسانی کارشون رو از دست دادن. تو اون زمان شغلایی که به صورت آنلاین و غیر حضوری بودن بدون هیچ خللی کارشون رو ادامه دادن. حتی مشتریاشون زیادتر و سوداشون هم بیشتر شد. بعد از این من یکی که متوجه شدم باید فعالیت کاری بیشتری در فضای مجازی داشته باشم و حتی یه سری اطلاعات مفید رو هم باید به دست بیارم، چون که دنیا به سمت کارهای آنلاین داره پیش میره. این بود که به دنبال کاری و آموزشی گشتم که در عین سادگی با وقت آزاد منم همخونی داشته باشه تا بتونم اون رو انجام بدم، که با یک کلیپ معرفی بیزینس آنلاین آشنا شدم. بله، شهرزاد هستم و مدت 7 ساله که به اتفاق خانواده‌ام به امریکا مهاجرت کردیم. بک‌گراند تحصیلی و کاری من طراحی لباس و خیاطی هستش که بعد از سال‌ها کار و تجربه تو ایران اینجا هم دارم همین کار رو انجام میدم. البته مدتی بود که به دنبال شغل و پلن دوم دیگه‌ای هم بودم که نسبت به این کارم مزایای بهتر و بیشتری داشته باشه. و الان مدت زمانیه که بعد از یادگیری و آموزش‌های گام به گام در کنار یک گروه آموزشی عالی به همراه کوچ و منتور تمام وقت مشغول به کار شدم و بیزینس خودم رو شروع کردم. اگه شما به دنبال یک کار جانبی یا حتی کار اصلی با مزایای بسیار زیاد مثل کار در خونه، کنترل تایم کاری و حتی بازنشستگی زود بعد از 4 تا 5 سال هستید، وارد لینک زیر بشین، روی دکمه Learn More کلیک کنین و اسم و آدرس ایمیلتون رو برای من بفرستین تا با ارسال یک وبینار 90 دقیقه‌ای اطلاعات بیشتری رو به صورت رایگان در اختیارتون قرار بدم. روز و ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.